كنت بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. عرض و سلام و ادب خدمت دوستان نهایت عزیز. باز هم قسمت دیگه از فیلم های کارتونی امنا بسی قصص القرآن نساء فی القرآن که قسمتی بخش دومش رسیدیم. بخش اول تا کنت جائعا ولم استطع مقاومة رعایت الشورى رسیدیم. در قسمت اول انشاءالله دوستانی که ندیدن مراجعه بکنن. در اونجا بحثی ای بود که شخص دزدی کرده بود یک مرغ بریانی. قاضی پیش قاضی آوردنش و قاضی پرسان میکنه که چرا دزدی کردی، از خودت دفاع کن. ادامهش میگه که کنت جائعا، من چی بودم؟ گرسنه بودم. کنت صیغه متکلم هست، در جائعا همچنین تمیز قرار میگیره بری کنتو همیشه هر وقت که شما مثلا صیغه متکلم باشه جور بکنید، مثلا ضربتو، جئتو، قلتو و اینجا هم کنتو هست. همیشه وقت آخرش میخوره و ضمه میگیره. کنتو جائعا، گرسنه بودم ولم استطع مقاومة رعایت الشورى. اینجا میگه كنت جائعا ولم استطع مقاومة رائحة الشواء. ما گرسنه بودم توانایی مقابله با رائحة چی نداشتم؟ بوی بریان. کلمه مقاومت هم ما شما فارسی مقاومت استفاده میکنیم. ولم استطع توانایی نداشتم، رائحه بوی معنی میده و شوا همو مرغ بریان هست. توانایی مرغ بریان را نداشتم که بویش، وقتی که بویش دیدم توانایی نداشتم که خودم چی کنم؟ خودم حفظ بکنم. رفتم دزدی کردم. شواء. وكيف تسرق وأنت جندي في الشرطة؟ چگونه دزدی کرده و تو پلیس در بخش عسکری هستی؟ جندی و شرطه یک معنا میده، هر دوش پلیس هست. میگه چگونه تو دزدی میکنی در حالی که تو پلیس هستی، در بخش پلیسی کار میکنی؟ لست جنديا يا حضرة القاضي. میگه من پلیس نیستم ای حضرت قاضی، و اینی به خاطر زیر لباسی عسکری پوشیده که برای دزدی بکنه و کسی برش نمیگه که چه کار میکنه. چرا؟ به خاطر که عسکرها عادتا قانون برمی دارن که شرطها میکنن بدون از مزاحمت خودشون دیگران فکر میکنه که اینا پیروانه دارن و رفته کار کردن. چگونه کار کرده؟ وما هذه الملابس إذن؟ این لباس ها پس چی هست؟ کلمه ما استفهام است، یعنی ما شما استفهام یعنی با فارسی برش میگم سوالیه. سوال میکنه هذه الملابس، این لباس ها. هذا مذکر، هذه مؤنث است. ملابس در حالت مذکر هست، جمعش لباس هست مذکر، اما اونجا جمع بکار رفته، جمع توان جمع مؤنث میشه. از اونطور هذه ضمیر اشاره مؤنث بهش استفاده میشه. مثلا هذه الکتب، هذه الهاتف، اینها ضمیر اشاره مؤنث وقتی که جمع بیاید ضمیر اشاره مؤنث کار میره. اذا در این انگام لباس ها چی هست؟ انني ارتديها حتى اكل ما اشاء. من اینها رو پوشیدم به خاطر بخورم آنچه که میخواهم. اننی حرف تحقیق به درستی من ارتدیها، پوشیدم این لباس ها را حتی آکل، تا اینکه بخورم ما اشاء آنچه که میخواهم. دون ان يسألني احد عن الدراهم. دون ان يسألني احد، بدون از اینکه کسی از من بپرسه از مالیات ها. کسانی که در بخش مالیات کار میکنن خاطر از پوشیدن که کسی از بخش مالیات از من سوال نکنه که چرا دزدی کردی یا چرا این کار میکنی. صمتا. کلمه صمتا به معنای سکوت معنی میکنه، یعنی ساکت باشید و سر صدا نکنید. ما هذا الكلام العجيب؟ این سخن عجیب چی هست؟ و چرا این سخن عجیب میزنی که این کار کردن؟ معظم العسكر يفعلون ذلك. معظم العسكر يفعلون ذلك، یعنی بزرگترین عسکرها، کسی مثلا همون رئیس شرطه باشه یا سر پلیس باشه، هر کسی که در رأس قرار داره و کار میکنن، یعنی بزرگترین عسکرها هم کار انجام میدن. أيها الحاجب زرزور. و برای همون وریگاردش میگه حاجب، و مرا وریگارد است که درس قبلی هم بیان کردیم. برش میگه ای حاجب زرزور. اكتب امرا باستدعاء صاحب الشرطة.
میگه دستور را نوشته کن و درخواست صاحب شرطه یا سر پلیس سر عسکر بیایه، هم بزرگترین پلیسی که قرار داره بیایه و یعنی چی کن دستور بیده که بیایه به پیش من. أريده في جلسة الغد. و من جلسه آینده میخوام من رو صحبت بکنم. أريده و میخوام فی جلسه غدی، در جلسه فردا. فی حرف جر از جلسه مجرور میشه. موفق کامیاب باشید. اگر خوشتون اومد از این ویدیو انشالله لایک و کامنت از یادتون نره. همچنین و اگر ما رو هنوز دنبال نکردید حتما دنبال بکنید. موفق و کامیاب باشید.